با نام خدا و سلام خدمت دوستان عزیز و همراهان همیشگی کانال سیگنال فکس لب. امروز یه دستگاه استاریکس سوپر 98 بسنم اومده. صاحبش میگه که دستگاه روشن میشه، خاموش میشه و یه وقتایی هم صدای سوت میکشه. خب دوستان با هم یه بازش میکنیم تا ایراد این دستگاه رو پیدا کنیم. دوستان نگاه کنید، الان دستگاه توی برق قبل که بازش بکنیم یه صدایی میده. اگه بشنوید یه صدای خیلی ویز ویزی میده و دستگاه روشن نمیشه، فقط صدا میده، روشن نمیشه. خب با هم بازش میکنیم تا ببینیم ایرادش چیه. خب دوستان دستگاه رو بازش کردیم و میبینید که چقدر دستگاه کثیفه. این آب چیه ریخته رو دستگاه و باعث شده که دستگاه کلا حتی تیونرش هم زنگ زده. و یه ولتاژ گیری کنیم ببینیم که در چه حاله. یه صدای خیلی ویز ویز میده. حالا ما ولتاژ گیری میکنیم، میتونیم تو حالت دیسی میذاریم و یه ولتاژ گیری میکنیم تا ببینیم که داستان چیه. خب این دستگاه ها مثل همه دستگاه دیگه یه جنلی دارن و یه 20 ولت، یه 15 ولت و یه دونه 5 ولت که این مادربرد رو تقویت میکنه. خب حالا ما یه 21 ولتمون هستش و مثلا عجیبه. 5 ولتمون بازی داره و 21 ولتمون سر جاشه. از خود چیز بگیریم، خب نوسان داره اینجا جنگیه 29 داریم و اینم 21. این خیلی فراتر از اون چیزیه که من تصور میکردم. میبینید که پشت تیونر 21 ولت و 24 ولت رو داریم، 25 ولت. خب تا اینجا درسته، ولی به اینجا که میرسه نشوخه همون در میاریم ببینیم. خب ما الان از این فشارش در بردیم که دیگه رو بار نباشه. حالا خب همینجوری که هستش یه تست میگیریم تا ببینیم اینجا چقدر داریم. این ولت رو داریم، جدیه 19 ولتمون، 20 ولتمون بازی داره، 15 ولتمون هم بازی داره. خب ما شکی که میتونیم ببریم به اینجا، خب پاور که باید باز بشه و پاش پاور هم تستی بگیریم، ولی خب اینجور موقع ها این 4 تا خازن خراب میشن که این 4 تا خازن وقتی عوض بشن درست میشن، کلا این صدا میفته. ولی اینجا هم حالا باید ما یه آخر سر بعد اینکه چیز کردیم، چون الان رو بارم که نیستش بازم این هنوز داره صدا میده و
این باید باز بشه تا ببینیم ایراد اصلیش از کجاست که این صدا رو داره میده. ما اینو بازش میکنیم تا عیبش رو پیدا کنیم. خب دوستان ما پاور رو باز کردیم و این پاور رو یک بار اونجا که مشخصه ببینید اینجاها یک بار تعمیر شده این پاور و حالا از همکار گرامی بوده یا حالا خب خودشون دستکاری کردن ولی این درست جمع نشده. چرا نها کنید نه لحیم درست خورده نه اینو درست به هم اتصال کردن که این اینجوری مثلا خیلی بد جمع شده. حالا تو خودشون یا هر کسی دیگه باز کرده نتونسته درست جمع شد. حالا ما اینو رو آخر درستش میکنیم و این خازن 400 ولتی ما یه اندازه بگیریم ببینیم که در چه حاله. خب میتونید که رو حالت دیسیه و میبینید که 322 رو من دارم. پس میایم سراغ اینا و اینو تست میگیریم. خب این 20 ولت رو داریم. این 20 ولت میشه این. ما 20 ولت رو داریم. خب اینو نداریم. 5 ولت رو داریم. این میشه چی؟ اینم میشه 15 ولت ما. 15 ولت ما میاد میره سر این. خب احتمال بذاریم این خازن خرابه. این خازنه، این کوچیکه میشه خازنه. اینو مشخصه اون 10 ولتی هست. حالا من در میرم که بهتون نشون میدم و مشخص میشه. یکی در میاریم تا ببینیم که ایراد از کدومه. خب دوستان ما 4 تا خازن رو در آوردیم تا یه دونه 1010 یه دونه 25 220 و 2 تا 125 میکروفاراد 100 میکروفاراد 25 ولت سعی میکنم. خب ما اینا رو تعویض بکنیم بذاریم و یه تست بگیریم ببینیم که ولتاژ درست شد یا نه. خب این پاور معلومه خیلی کار کرده و بعدم جمع کردم اصلا نتونستم جمعش بکنم باشه. ما اینا رو عوض کنیم تا وقت ویدیو گرفته نشه. خب دوستان ما اینا رو خازنش رو آوردیم بزنیم خازنش رو و عوض بکنیم خازنش تا ایشالا که مشکلش حل بشه. خب دوستان عزیز ما خازنه رو عوض کردیم و چقدر هم دستگاه کثیفه بوده تمیزش بکنم آخر سر. اینا رو همه رو باز کنیم و تمیزش بکنم. واسه کیفیت کارتون هم که شده و وجدان تمیزکاری انجام میده واسه مشتری که دستگاهش از واسیبای بعدی جلوگیری بشه. دوستان ما اینو خازنه رو عوض کردیم روشن میکنیم. این که بالا میادش. بله بالا اومد و اول شبکه‌اش بالا نمیومد الان شبکه‌اش بالا میاد. دستگاه سالمه داره کار میکنه و
مشکلی هم نداره. دکمه هاش حالا یه خورده خاک داره که خاکاشون هم بگیریم و درست بشه. خب یه ولتاژ گیری بکنیم ببینیم که ولتاژش درست شد یا نه. خب ما این حالا هر کجای بدن گذاشتید فرق نمیکنه، آره جایی باشه که تمیز باشه که راحت تر باشه. خب ولتاژ گیری بکنیم. این 5 ولتش که بدون نوسانه، عالیه. 23 عالی و این هم 16 و عالیه. دوستان نگاه کنید دیگه نوسانی نداره. از همون اولی که خازنه روش بود چقدر نوسان روش بود، الان میبینید که هیچ نوسانی توش نیست. از خود پادرم بگیریم ببینید هیچ نوسانی نداره. این هم همینطور و این هم همینطور. ببینید دوستان با تعویض همین 4 تا خازن هم صداش دیگه قطع شد، ببینید که صدایی نداره و همین که ولتاژش درست شد. خب حالا ولتاژ تیونر رو بگیریم. بله اینم ولتاژ تیونر و 13 ولتش الان دیگه کامله دیگه. حالا خب 18 ولتش الان ما باید یه شبکه اشتیایی پیدا کنیم که 18 ولتش، اینم 20 ولتش. خیلی قشنگ و شیک. امیدوارم که لذت برده باشید از این ویدیو و حمایتمون کنید. کامنت، لایک فراموش نشه. دوستان از ما حمایت کنید. ما وقت میذاریم براتون، آموزش میذاریم و دوست داریم که شما از ما حمایت بکنید و این که بتونیم پسته و ویدیوهای بیشتری واسهتون بذاریم. ممنونم ازتون. ما اینو تمیزش بکنیم و درش رو بذاریم و تماس بگیریم که صاحب عزیزشون بیاد ببره. تا ویدیو دیگه و یک آموزش دیگه شما رو خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارشون.